بریم سراغ پارت بعدی حل سوالا. ببینید اینجوری پیش بریم که 9 تا پارت میریم، هر پارت هم 5 تا تست رو با هم کامل بررسی میکنیم که دیگه تک تک نکاتش رو یادداشت کنین و زمان زیادی هم ازتون گرفته نشه. بریم تست 6. میگه با فرض اینکه دمای محیط بالا، شدت نور زیاد، کمبود آب وجود داشته باشه، دیگه شرایط سخت برای گیاه ذرت در مقایسه با گیاهان دیگر چگونه است؟ اول بیایید گیاه ذرت بررسی کنیم. تک لپه و تو 12 هم میخونیم که گیاه C4 هستش. میگه برخلاف گیاه آناناس که اینو گیاه کم هست، در واکول خود میتونه آب را به میزان زیادی ذخیره کند. خب غلطه، دقیقا این آناناسه که میتونه آب بیشتری رو نسبت به اون گیاه C4 ذرت تو خودش ذخیره کنه. اینو جابجا گفته کاملا. همانند آناناس یعنی همانند گیاه کم، CO2 جو را در درون یافته‌های غلافه‌آوندی خود تثبیت می‌کند. بازم غلطه، اصلا گیاه C4 در غلافه‌آوندیش تثبیت کربنی رخ نمیده. اینم یه نسبت به گیاه رز مقدار بیشتری نشاسته و ترکیبات عالی رو میسازد. کاملا درسته. ببینید ذرت یه گیاه C4 درسته، گفتیم توی شدت نور بالا اون نمودار مهمی که براتون تحلیل کردم، ریلزشو تو اینستا رفتم گفتم یکی از احتمالی های 403 هست. خدایی برید پیجو ببینید من اون نموداره معروفه فصل 6 12 براتون بررسی کردم یا نه. گفتم تو شدت نور بالا میزان فتوسنتز گیاه C4 بیشتر از گیاه C3 است. برید ببینید من اینو گفتم یا نه. پس گزینه 3 گزینه درستیه. 4 چی میگه؟ نسبت به گیاه رز با کارهای اندکی آب را به مصرف میرساند. دقیقاً کلا برعکس گفته، یعنی میتونست بگه با کارایی بیشتری آب را به مصرف میرساند چون فتوسنتزش بیشتره. این هم غلطه. بریم برای تست شماره 7. شماره 7 چی میگه؟ میگه کدام مورد درباره همه جانورانی صادق است که بخشی از قلب آنها خون تیره و روشن با هم مخلوط میگردد. خب خون تیره و روشن باید با هم مخلوط بگردند، پس میشه یک بزم. کدوم جانوری که ما خوندیم تو بخش قلب جانوری یک بد داشت؟ دوزیست بالغ. خب پس درباره دوزیست بالغ داره بر ما حرف میزنه. بریم چی میگه به ما. البته فقط دوزیست بالغ هم نیست بچه ها، نگاه کنیم، هم دوزیست بالغ و هم جانورانی که جدایی بطنیشون کامل رخ نداده، خون اونا هم تیره و روشنش با هم مخلوط میشه. مرسی از طراح گرامی. و جای 10 11 جان خودتون استفاده کنین. خیلی داره طلای قشنگی به کار میبره، یعنی طراحش قشنگ رفته وقت گذاشته، نرفته بانک سوالات برداره. میگه به هنگام خشکی محیط دفع ادرار کم و مثانه برای ذخیره و بازجذب آب و یونها بزرگتر می شود. این درباره دوزیستا فقط درسته دیگه، اینو خوندیم تو فصل کلیه. تو جانوریش خوندیم که آقا این دوزیستان توی محیط خشکی ادرار کم، مثانه هم بزرگتر میشه، ولی این برای جانوران که جدایی بطن براشون رخ داده مثل خزندگان این درست نیست. گزینه دوم میگه جریان پیوسته از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله یا آنها قرار دارن. این خب دیگه کلن درسته، برای هر چی فکر کنی تو تنفسی این گزینه کلن درسته. تست اوکی بوده، نه این گزینه معلوم بوده، اصلا
شما 1 هم بررسی نمی کردی، یعنی 1 هم با 2 به شکی رد می کردی، 2 باید می زدی راحت. چی میگه؟ لقای یافته‌های جنسی در خارج از بدن. ببینید فقط در مورد خزندگان درسته. دوزیستان لقای خارجی دارن. با شبکه مویرگی زیرپوستی با مویرگ‌های فراوان وجود دارد. این فقط درباره دوزیستان درسته. ببخشید بچه لحظه صدام گرفت. خب این درباره دوزیستان فقط درسته. تو فصل تنفس خوندیم که دوزیستانن که توی شبکه مویرگی زیرپوستیشون مویرگ‌های زیادی دارن. بریم تست بعدی. میگه مطابق با اطلاعات کتاب درسی کدام عبارت نادرست باشد؟ بریم. به احتمال زیادم گزینه 1 غلطه. چرا غلطه؟ ببینید اونجا اومده برای خودش اینجوری تز داده که بذار گزینه اول درست باشه، بچه‌ها برن تو در و دیوار. این ورم همین کار رو فکر کنن انجام دادن، بازم برن تو در و دیوار. نه بچه‌ها، اصلا با همچین ذهنیتی هم نمیخواد پیش برید، چون اصلا ممکنه طراح اصلا به موهای روی سرش هم نباشه و هر جوری که دوست داره برای خودش گزینه چینی کنه، ولی تله معروفیه. بهتر تو ذهنتون داشته باشید. میگه با زیاد شدن ترشح هورمون رشد یافته‌های استخوانی در مجاورت یافته‌های غضروفی جدیدتر وجود میاد. شکل معروف کتاب درسی توی فصل هورمونا. خب این دقیقاً همون گزینه غلط ماه. چرا غلطه؟ میخونیم با هم. میگه با زیاد شدن ترشح هورمون رشد یافته‌های استخوانی در مجاورت یافته‌های غضروفی جدیدتر به وجود میاد. ببینید هورمون رشد وقتی اثر میذاره در مجاور یافته‌های غضروفی قدیمی‌تر به وجود میاد، نه جدیدتر. پس این گزینه غلطیه. سر جلسه کنکور میتونستی بزنیش و بری، یعنی میتونستی وای نست، میتونستی بزنیش و بری. حالا ما بقیه‌اش هم بررسی میکنیم دیگه، ول نمی‌کنیم همینجوری. میگه با کم شدن غیر طبیعی ترشح هورمون پاراتیروئیدی برونده قلب کودک کاهش پیدا میکند. خب کاملا درسته. میگه وقتی هورمون پاراتیروئیدی کم میشه برونده قلب کاهش پیدا میکنه. چرا؟ به این کلسیوم خون کم میشه وقتی پاراتیروئیدی کم بشه. وقتی کلسیوم خون کم بشه مایچه‌های قلب برای انقباض کلسیوم کم میارن. چون کلسیوم کم میارن دیگه ضربان قلبشون کاهش پیدا میکنه و برونده قلبیشون هم کاهش پیدا میکنه. میگه با کاهش غیرعادی ترشح انسولین محصولات اسیدی خون کودک افزایش می‌یابد. چقدر داره قشنگ گزینه ها رو برای ما میچینه. ببینید ورود گلوکوز به یافته‌ها خب کاهش پیدا میکنه وقتی انسولین کاهش پیدا کنه. بعد وقتی این اتفاق بیفته خود کتاب درسی تاکید کرده که اگه این اتفاق بیفته گلوکوز جذب یاخته نشه محصولات اسیدی استفاده میکنه، اسید چرب استفاده میکنه. چون اسید چرب استفاده میکنه پس محصولات اسیدی خون کودک افزایش پیدا میکنه. میگه با زیاد شدن ترشح هورمون پرولاکتین خب باروری یک مرد دستخوشه تغییر میشود. آره گفتیم دیگه هورمون پرولاکتین روی باروری مرد تاثیرگذار هست. تست خیلی قشنگی بود، مخصوصا گزینه‌های 2-3 که قشنگ ترکیبی قشنگی زده بود و متن کتاب درسی مورد نظر قرار داده بود. اینایی که متن رو مورد نظر قرار میدن اونایی که خوندن دیگه عشقشو میبرن دیگه، میزنن و درجا میرن برای تست بعدی. تست 9 میگه در صورتی که گل میمونی ژن نمود یا ژنوتیپ تخم زمینه BBB داشته باشد، خب کدام ژن نمود برای یافته‌های درون کیسه گرده و دیواره سازنده؟ یعنی اینجوری بگو کدومش برای نرش ممکنه کدومش برای مادهش ممکنه. اینجوری بگی خیلی تست راحت‌تر میتونی بفهمی. ببینید ما اینجوری جلو بریم اینجوری میشه که آقا با توجه به ژن نمود این تخم ضمیمه گامت نر
و تخمزا باید بی بزرگ رو داشته باشه. چون بی بزرگ رو باید داشته باشه پس گزینه 2 و 3 رو خداحافظی میکنیم باش. میمونه گزینه 1 و 4. حالا ببینیم فقط میتونیم آ بررسی کنیم یا آبه. چی میگه؟ میگه سازنده تخمدان چجوریه. ببین ما این همه بی داریم، اصلا ببین من کاری ندارم به مسئله ژنتیک بودنش، کاری ندارم، همه تخم زمینه بی هست، درسته؟ و اون لقاح که انجام میشه یعنی یه بی هم تو ماده هست هم تو نره، اصلا به بحث علمیش کاری ندارم، هم تو نر باید بی بزرگ باشه هم تو ماده. خب از من کدوم گزینه فقط اینو داره به ما میگه؟ گزینه 4 داره به ما میگه. اصلا بعضی وقتا تست ژنتیک گیاهی اینجوریه که مثل این خیلی ایزی ساده معلومه که آقا وقتی همه تخم زمینی ب احتمالی وجود نداره که فقط احتمالی وجود نداره که بی توشون نباشه. یعنی با این ذهنیت میتونستی تست رو راحت بزنی و برای خودت صفا کنی. تستای ژنتیک گیاهی 402 و 401 خیلی سخت‌تر و یکم محاسباتی تر بود نسبت به تستی که به شما دادم و باید عشقشون میکردید خلاصه. چون همیشه اکثر بچه‌ها رو ژنتیک گیاهی گیر و گوری دارن، یعنی کسی هم که نمیدونست میتونست تست بزنه بره. خلاصه طراح اومده بهتون حال بده دیگه، یعنی عشق کنید واقعا. تست 10 یعنی تستی که برای پارت 2 مونه، آخرین تست پارت 2 مون، میگه به طور معمول کدام مورد یا موارد زیر در ارتباط با بدن انسان خود صحیحه. اوکی. الف به جیم دالیه، خیلی راحت میتونید استفاده کنید. هر اندام لنفی موجود در ناحیه سینه در تمام مدت حیات فرد فعالیت زیادی دارد. گفتیم که غده تیموس هم هست تو اون ناحیه و غده تو ناحیه سینه و غده تیموس گفتیم هر چقدر سن فرد میره بالاتر کاراییش تعلیل پیدا میکنه. الف فر، چون الف فر گزینه 1 پر و گزینه 4 پر. بین 3 و 2 هم زرنگی کنید بچه ها، نه کنید جفتشون میگن آقا ما میگیم بوجیم درسته، سر جلسه شما بوجیم اصلا نباید بررسی کنید. میری رو دال چی میگه؟ هر اندام لنفی موجود در ناحیه شکم خب در تخریب گویچه‌های قرمز آسیب دیده نقش اصلی رو دارند. خب این گزینه غلطیه. هر اندام لنفی موجود در ناحیه شکم در تخریب گویچه‌های قرمز آسیب دیده نقش اصلی دارند. خب این گزینه درستی نیست. ببینید تحال و آپاندیس تو ناحیه شکمی هن و لنفی هن، ولی آپاندیس تو تخریب گویچه‌های قرمز نقشی نداره. چون آپاندیس نقشی نداره 3 غلط و گزینه 2 جواب تست ماست. این هم از تمام شدن پارت 2. میریم برای پارت 3.